صبح شما بخیر باشد بینندگان عزیز. شعله گلخوجه هستم در شروع باز یک روزی تازه در کنار شما. امروز چهارشنبه است 8 می در پراگ. امروز روزی استراحت است رسما چون جشن است، اما ما چون همیشه در خدمت شما عزیزان قرار داریم با خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان و فکر میکنم که چون همیشه ما را همراه خواهید بود در چند دقیقه که این خبرها رو من برای شما پیشنهاد میکنم. حالا در پراگ ساعت 7 است و در اونهایی که ما را از مسکو تماشا دارند ساعت 9 و در دوشنبه باشد ساعت 10. خب قبل از آن که نگاهی اندازیم به خبرها، از باد و هوا میگویم. در پراگ امروز هوای ابری پیش بینی شده، انتظار می رود حرارت روزانه تا 19 درجه برسد. در مسکو پایتخت روسیه امروز باران میبارد و گرمی 23 درجه را تشکیل خواهد داد. در دوشنبه هوا صاف و بی‌غبار است و در دوام روز 31 درجه گرم خواهد شد. دادگاه نهایی سینا یک گروه از ساکنانی را که در نزد شرکت فراز گردیمایی کرده بودند از 10 تا 15 روز به حبس محکوم کرده است. دادگاه دوشنبه از این حکم پشتیبانی نمود، ولی نزدیکان محکوم شده ها گفتند که با آن راضی نیستند. حکم 6 نفر از اعتراضگران در نزد بینای شرکت فراز شب 29 اپریل صادر شده است. طبق حکم دادگاه یکی از اعتراضگران علی خان بارانوف 15 روز و 5 نفر از همراهانش به 10 روزی حبس مأموری محکوم گردیدند. بارانوف و 5 نفر دیگر را بر اساس ماده 479 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری عیبدار کردند. این ماده اطاعت نکردن به امر و طلبات قانونی کارمند میلیسی است و از 275 تومانی جریمه تا 15 روز حبس مأموری را پیش بینی میکند. محمد علی یوسف زاده نیز 7 می بر رادیو زاده گفت این افراد برای اطاعت نکردن به امر میلیسا جزا گرفتند. به گفته دادرس مقامات حفظی حقوق آنها را برای معین کردن شخصیت دعوت میکند، ولی علی خان بارانوف و دیگران به خواهش کارمندان مقامات حفظی حقوق اطاعت نمیکنند. نزدیکان یکی از دستگیر شده ها با شرط فاش نشدن نامش گفت از حکم راضی نیستند، ولی برای شکایت به زینه‌های بالای دادگاه به آنها همگی 1 روز فرصت دادند، در حالی که قبل او قانون برای شکایت بردن تا 10 روز فرصت داده است. این ساکن پایتخت که البته با دلیل بدتر نشدن وضعش نمیخواهد نامش برده شود گفت 8 روز می شود که از احوال نزدیکانشان خبر ندارند و در بازداشتگاه خوراک بردهشان را قبول میکنند و خلاص. بنا به اطلاع منابع رادیو زاده بعضی از تجمعگران در ناحیه ترسونزاده نیز دستگیر شدند و در بازداشتگاه هستند، اما نسبت به آنها چه حکمی صادر شده است برای ما معلوم نیست. 10 نفر از کارگران خواجگی و کشاورزی که بر اساس قرارداد با شرکت معروف فراز شیره کمال میفروختند روز 29 اپریل در نزد اداره مرکزی این شرکت در دوشنبه جمع آمده خواستار بازنگری قراردادهایشان شدند. در استانه روز غلبه مسئولین حکومتی شهر دوشنبه میگویند مسئله برگزاری راهپیمایی پولک ابدی فعلا در بررسی است و شهرداری رسما به این کار حالا اجازه نداده است. یک منبع در شهرداری دوشنبه گفت سابقه دوران جنگ و مهنت به حکومت تاجیکستان مراجعت کردند تا برای گذراندن راهپیمایی به آنها اجازه بدهند. این در حالی است که یک گروه از سابقه دوران طریق فیسبوک اعلام کردند که روز 9 می در روز غلبه راهپیمایی پولک ابدی را برگزار میکنند. در پیشروی جشن غلبه در ویتبسک بلاروس راهپیمایی بیسمرنی پول را منع کردند. در مینسک باشد جویش را عوض نمودند. در اختیپه قزاقستان نیز چنین معرکه برگزار نمی شود. اگر بینندگان عزیز یادتان باشد سال پیش راهپیمایی بیسمرنی پول را در دوشنبه نیز منع کردن میخواستند و اندیشه های امنیتی را سبب مینامیدند، ولی با وجود چنین موضع‌گیری شهرداری دوشنبه راهپیمایی طرفداران معرکه برگزار گشته بود. عینی چنین حال 2 سال پیش نیز اتفاق افتاد و مقامات گفتند عکس و پورترت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش‌های اسلامی است. آن زمان نیز راهپیمایی برگزار گشته بود. بیسمرنی پولک یا پولک ابدی یک راهپیمایی اختیاری است که از سال 2011 با تشبس گروه ژورنالیستان روس در شهر تومسک برگزار شد. این چاره‌بینی گشت سرتاسری خویشاوندان و دیگر نزدیکان شرکت‌داران جنگ سال‌های 1941-1945 را از خیابان‌های مرکزی شهر با عکس‌های بزرگی بابا و بیبی‌های شرکت‌دار جنگشان پیش بینی می‌کند. هدف اصلی از آن ارجگذاری به زحمت سربازی جنگ و قربانی‌های او در
این مقاومت با آلمانی نوزی است. بنا به اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، در حال حاضر در تاجیکستان 240 سابقه دار جنگ و سر میبرد که جوانترینش 93 سال دارد. در جنگ بزرگ وطنی در سال 41-45 بیش از 300,000 ساکن تاجیکستان اشتراک نمودند و 92,000 آن به خانه برنگشتند. امروز در نتیجه ترکش در کنار مسجد صوفیان شهر شرقی لاهور پاکستان کمش 8 نفر به هلاکت رسیده است. مسجد دتا دربار لاهور یکی از بزرگترین عبادتگاه جنوب آسیا می باشد. تفصیلات انفجار 8 می تا حال نشر نشده است، ولی ظاهرا هدف حمله محافظانی بودند که این مسجد را نظارت می‌کردند. تلویزیون دولتی پاکستان اعلام کرده است که در این حمله 15 کسی دیگر جراحت برداشتند. فعلا پلیس منطقه را احاطه کرده است و جزئیات این حادثه دیرتر به تاب میرسد. روز سه‌شنبه 7 می غیر منتظره کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو از بغداد زیارت نموده با رهبران عراق نگرانی‌های آمریکا در مسئله فعالیت‌های ایران در این منطقه را بررسی کرده است. فعالیت‌های به اصطلاح تشدیدجویانه ایران را او به بررسی کشید و ابتدای هفته روان آمریکا اعلام کرده بود که یک کشتی حامل هواپیماها را به این منطقه می‌فرستد. منصبداران آمریکایی اشاره کرده بودند که ارسال کشتی جواب به تهدیدهای ایران است. در بغداد پامپئو گفت خدمات اکتشافی آمریکا درباره حمله ناگزیر معلومات دقیق دارد. او تفصیلات بیشتر نداد. تهران این تهدیدها را به اساس شمرده آن را جنگ روانی عنوان کرده است. تشنج روابط میان تهران و واشنگتن یک سال پیش اوج گرفت. آن زمان پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ آمریکا را به سازش هسته‌ای کشورهای ابرقدرت با ایران که در سال 2015 امضا شده است بیرون کشیده تحریم تهران را برقرار کرد. و بینندگان عزیز، بار دیگر درود میفرستم به همه آنهایی که همین لحظه ها به ما پیوستند با آزادی ویدیو، یعنی کانال ما در یوتیوب، و خبرها را از من شعلوی گلخوجه میشنوند. و فراموش نکنید در آخر صحبت ما حتما به قرب اسعار خارجی از جمله روبل روسی توجه خواهیم کرد. دوستان کل تاجیکستان خبر میدهد که دادگاه نویه کوشانیان آموزگار فن فیزیکای مکتب رقمی 3 سمردین تشایف را با جرم لطوکوب بیرحمانه خواننده صنف ده سنت الله سعیدов 5500 سومانی جریمه بست. دوستان کل میگوید تشایف سنت الله سعیدов را بنابر سبب پوشیدن شیمی جنس با استفاده زورآوری از درس برآورده لطوکوب میکند و لباسهای در تن داشته‌اش را میدراند. در نتیجه خواننده سعیدов جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته به سلامتیش ضرر رسیده است. وابسته به این حالت سنه 2 اکتبر سال گذشته از طرف پروکراتوره نویه کوشانیان نسبت آموزگار با ماده 174 پرونده جنایتی آغاز کرده. بعد انجام تفتیشات پیشکی با تصدیق فکر عیبدار کنی آن را به سود ارسال میکند و دادگاه باشد آموزگار را گناهکار اعتراف نموده جریمه بسته است. خبرگزاری سپوتنیک بنویسد که نخست وزیر تاجیکستان از کندی پیشرفتن روند بازسازی روی دوشنبه باختر نگرانی کرده است. قای رسولزاده پس از آشنایی با روند بازسازی راه که شهر دوشنبه را با مرکز ولایت ختلان میپیوندد گفته است با صورت فعلی کار نمیتوان انتظار داشت که تا سال 2023 این راه تکمیل می شود. مسئولان شرکتی چینی سین کیونگ بویسین که کارهای بازسازی را پیش میبرند سبب عقب افتادن از جدول زمانی تعیین شده را مساعد نبودن شرایط اقلیمی و کوهستانی بودن مسیر عنوان کردند. برای بازسازی این مسیر که 82 کیلومتر طول دارد و باید در 2 مرحله انجام شود نزدیک به 114 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت. دوستانی حربی شهر دوشنبه به ارتش برده شدن یک ساکن نویه فردوسی را که به قبل نزدیکانش یگانه سربان عائله بوده تا سال 2022 از خدمت آزاد از قانونی دانست. در آغاز ماه اپریل امسال دلارام شراب و مادر هدیت الله ناصریف شکایت کرده بود که ماموران کمیسریت حربی نویه فردوسی پسرش را مجبوری از کوچه به ارتش بردند و نمیداند او در کدام قسم نظامی است. این گزارش اگر یادتان باشد روز 6 اپریل در سامانه رادیو آزادی نشر شد. منصور حاکم زاده دوستانی
حربی شهر دوشنبه در نامه‌ای که روز 7 مای به رادیو زودی فرستاد گفته است هدیت‌الله نوسیروف روز 3 اپریل به کمیسریت حربی نویه فردوسی حاضر شده پس از تشخیص طبی به قسم نظامی 0202 کشون‌های سرحدی کمیته عدالتی امنیت ملی برده شد. دوستان میگوید دلیل‌هایی که گویا نوسیروف رو به راه ابله و یا زورن به ارتش بردن اثبات نگردید. به قول حکیمزاده این ساکن نویه فردوسی روز 30 مارس شخصا دعوتنامه را گرفته و امضا گذاشته است. دلارام شراپова مادر هدیت‌الله نوسیروف میگوید او یگانه سربان خانه به شمار میرود و با قراری کمیسریت حربی نویه از سال 2015 تا سال 2022 از دعوت به ارتش آزاد است. منصور حکیمزاده دوستان حربی دوشنبه گفت بعد سنجش معلوم شد که هدیت‌الله نوسیروف به شهروند دلارام شراپova سربان حساب نگردیده اساسی برای بیکار کردن قراری کمیسیه دولتی نویه فردوسی وجود ندارد. موسم دعوت بهاری جوانانی از 18 تا 27 ساله توجیک برای خدمت در ارتش روز 1 اپریل آغاز شد و تا آخر ماه مای ادامه میکند. در موسم امسال دعوت به ارتش چند حالت زورن به ارتش بردن جوانان در کوچه و ثبت شده در شبکه اجتماعی بحث دوغه را به وجود آورد و شاید شما نیز این ثبت را دیده باشید. حقوقدان ها میگویند بعد زیاد رسانه شدن مشکل ابله و در چند سال اخیر مقامات نظارت از رعایت حقوق جوانان را سخت‌تر کردند، ولی باز هم در هر موسم مطبوعات درباره 2 یا 3 شکایت والدان خبر میدن. و یک خبری ورزشی هم داریم. امروز در امستردام قوازمایی جوابی بازی نیمه نهایی جام قهرمانی اروپا میان دسته های آیاکس امستردام و توتنهم برگزار می شود. در قوازمایی اول در لندن دسته آیاکس با حساب 1-0 صاحبان میدان را شکست داده بود. جای یادآوری است که دیشب در یک قوازمایی فوق‌العاده جالب دسته انگلیسی لیورپول فوتبال بازان دسته بارسلونای اسپانیا را با حساب 4-0 شکست داد. همین طریق لیورپول شکستی دور اول رو بی‌ضرر کرد. در قوازمایی اول در بارسلونا لیورپول با حساب 3-0 مغلوب شده بود. لیورپول در بازی فینالی با غلبی جفت آیاکس توتنهم روبرو می شود. بازی فینالی 1 ایون در ورزشگاه واندا متروپولیتن شهر مادرید اسپانیا دایر خواهد شد. و چون وعده دادم اکنون از قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان خواهیم گفت که از سوی بانک ملی برای امروز تعیین شده است. $1 9.43 درهم، 1 یورو 10.55 درهم و 1000 روبل روسی 177.70 درهم است. با سپاس از یکایک شما دوستان عزیز که در این صبح صادق ما رو در بخش مستقیم همراه بودید و امیدوارم که در دوام روز ما رو همین گونه تماشا خواهید کرد. و باید بگم که ما در برنامه خبری موضوع جالب داریم، از جمله درباره نتیجه گرین کارت یعنی که کارت سبز، اونهایی که میخواهند شهروندی آمریکا رو دسترس کنند و درخواست فرستاده بودند در این باره خواهیم گفت و فکر میکنم برای شما بینندگان عزیز این گزارش جالب خواهد بود. و از این هم مهمتر ساکنان تاجیکستان شکایت میکنند که در این چند روز گوشت در پایتخت و دیگر مناطق کشور کمچین شده است. چون و چرای این موضوع رو همکاران ما حتما دنبال میکنند و تلاش میکنند که تو برنامه خبری یک گزارش مفصل رو در این باره پیشنهاد شما خواهند کرد. و همچنین چه خبری در دوام روز داره من در سرخط خبرهای روز که ساعت 10 به وقت پراگ یعنی کمتر از 3 ساعت دیگر تقدیم شما میشود خواهم گفت. با سپاس از یکایک شما برای همکاری، برای توجه شما رو به خدا میسپارم و تا 3 ساعت دیگر باز شما رو منتظر خواهم بود. روز خوب داشته باشید.